خوش اومدید به جلسه سوم از دوره استراتژی گام و پولبک. من سینا هستم، معامله‌گر و تحلیلگر بازارهای مالی، و در این جلسه میخوایم یاد بگیریم که چطوری وارد معامله بشیم. ما در جلسه اول یاد گرفتیم چطوری روند رو پیدا کنیم، چطوری یک موج مناسب برای پیاده سازی این استراتژی پیدا کنیم. در جلسه دوم یاد گرفتیم که چطوری پایان اصلاح رو پیدا کنیم و 2 ابزار مهم و قدرتمند بهتون آموزش دادم که بتونید با این 2 ابزار پایان اصلاح رو پیدا کنید و یک محدوده برگشتی خیلی خوب رو بتونید تشخیص بدید. و در این جلسه و در جلسه سوم از این دوره میخوایم یاد بگیریم که کجا استابلاس و تیپی رو بذاریم. بهترین جا برای گذاشتن تیپی و استابلاس کجا هست؟ خب بریم روی خود چارت و من روی خود چارت بهتون توضیح بدم. خب دوستان ببینید، مثلا در این موج صعودی مثال بزنیم. اینجا فیبوناچی رو ما رسم میکنیم و این هم کندل مخالف رو رسم میکنیم و این محدوده به خاطر همپوشانی فیبوناچی و کندل مخالف یک محدوده بسیار قوی برای برگشت قیمتی و ما میتونیم روی این محدوده وارد معامله بشیم. خب ما روی این محدوده دقیقاً وارد معامله بای میشیم. مورد اول این که استابلاس رو کجا بذاریم، بهترین جای استابلاس کجا است؟ ببینید بهترین جا برای گذاشتن استابلاس دقیقاً پشت کندل مخالفه. ببینید دقیقاً اینجا میشه پشت کندل مخالف بهترین جا و سیف ترین جا برای گذاشتن استابلاس است، یعنی اینجا. اوکی. برای تیپی چی؟ ببینید برای تیپی چون که روند ما صعودی هست میتونیم سقف قبلی رو به عنوان تیپی در نظر داشته باشیم. من اینجا یک نکته بهتون بگم در این صفحه سفید. ببینید اگر شما یک موج صعودی داشتید و این موج صعودی یک فیبوناچی، بذارید من اول رسم کنم. به فرض بذارید اینو پاک کنم. ما اینجا یک موج صعودی داریم. اوکی. و این موج صعودی ما میایم یک فیبوناچی رسم میکنیم. خب این فیبوناچی اگر قیمت تا لول های نیم و 618 اومده بود اصلاح داده بود، شما بهترین جا برای تیپی سقف موج قبلی هست، اینجا دقیقاً. اما اگر قیمت اومده بود و یک اصلاح عمیق داده بود، ببینید یک اصلاح عمیق داده بود تا لول 78، تا این لول پایین، بهترین جای تیپی ببینید نزدیک سقف قبلی هست. خود سقف قبلی نه، نزدیک سقف قبلی، یعنی اینجا بهترین جای تیپی هست. چون که اگر بذارید روی سقف قبلی شاید بیاد سقف قبلی رو بزنه، اما حتما میاد تا اینجا و یک اصلاح میده و بعد میره سقف قبلی رو میزنه. اوکی، این نکته رو داشته باشید. خب بریم سراغ مثالمون. اینجا ببینید تا کجا اصلاح داده. ببینید اینجا تا لول های نیم و 616 اصلاح داده، پس میتونیم سقف قبلی رو در نظر داشته باشیم. گفتیم اینجا وارد معامله بای میشیم. استابلاس دقیقاً پشت کندل مخالف و تیپی سقف موج قبلی، سقف قبلی رو میتونیم در نظر داشته باشیم، یعنی اینجا. و به همین راحتی یک معامله تقریباً 1/4 اینجا میتونستیم بگیریم با این استراتژی. موقعیت بعدی رو بررسی کنیم. موقعیت بعدی ببینید اینجا ما یک فیبوناچی میندازیم و کندل مخالف رو مشخص میکنیم و ببینید دقت داشته باشید روی این محدوده میخوایم وارد معامله بشیم. و این محدوده وقتی که وارد معامله شدیم، استابلاس باید پشت کندل مخالف باشه اینجا. و تیپی رو گفتیم میتونیم سقف قبلی در نظر بگیریم، یعنی اینجا
که درست هم هست. اگر شما تیپی رو بیاد بذارید اینجا درست هست. اما یک نکته و یک توصیه من به شما میکنم، این که وقتی معاملتون ریسک به ریوارد 1/2 رو داد، حتما بخشی رو سیو کنید و بقیه رو ریسک فری انجام بدید. ببینید یعنی وقتی قیمت تا اینجا اومد و 1/2 شما رو داد، اینجا بخشی از معامله یا نصف معامله رو خارج بشید و بقیه معامله رو ریسک فری انجام بدید برای سقف قبلی، تا اینجا هم بتونید با یک سود خیلی خوب از این معامله خارج بشید. اوکی، یک مثال دیگه هم بزنیم. ببینید باز اینجا ما یک موج سودی داشتیم، روی این موج سودی میایم یک فیبوناچی رسم میکنیم، میبینیم که اینجا یک کندل مخالف هم داریم، اون بادی کندل مخالف رو مشخص میکنیم و به خاطر اینکه لول های فیبوناچی با کندل مخالف هم پوشانی داده و روی هم افتاده، میتونیم روی این محدوده وارد معامله بای بشیم. خب ما اینجا وارد معامله بای میشیم. استاپ لاس گفتم بهترین جا پشت کندل مخالف هست اینجا و تیپی سقف قبلی اینجا. دقیقا به همین راحتی ببینید اینجا محدوده سقف قبلی، همین راحتی یک معامله 1/3 اینجا میگرفتیم. 2 تا مثال هم از موج نزولی بزنیم و این جلسه رو تمام کنیم. در موج نزولی ببینید موج نزولی اینجا رو میتونیم در نظر داشته باشیم، این سقف موج نزولی و این کف موج نزولی. یک فیبوناچی رسم میکنیم و بهتون گفتم که ببینید این کندل یک کندل مخالفه. اگر زوم کنیم این کندل مخالفه. من در ویدیو قبلی زوم نکردیم و فکر کردیم این کندل نزولی است، اما این کندل صعودی است اگر زوم کنیم و اینو مشخص میکنیم و میبینیم که این کندل مخالف هم پوشانی داده با لول های فیبوناچی. پس روی این محدوده ما میتونیم وارد معامله سل بشیم. یا بخوام رنگش رو عوض کنم، پس روی این محدوده ما میتونیم وارد معامله سل بشیم. استاپ لاس دوباره پشت کندل مخالف، دقت داشته باشید استاپ لاس دقیقاً پشت این کندل مخالف، پشت محدوده کندل مخالف و تیپی کف قبلی. اوکی، و میبینید یک معامله 1/2 و حتی بیشتر رو اینجا میتونستید به راحتی بگیرید. و یک نکته اضافه کنم، چون که روند ما نزولی هست و ما داریم طبق روند و همراه با روند نزولی معامله میگیریم و حتی در روند سودی ما داریم طبق روند وارد معامله میشیم و معامله میگیریم، میتونیم حتی تیپی های بیشتری رو هم برای معاملات در نظر داشته باشیم که این نیاز داره که بیشتر شما تمرین انجام بدید. اما این کار هم درست هست. چرا؟ چون که روند نزولی هست و ما انتظار داریم این کف شکسته بشه و ادامه نزول رو داشته باشیم، یعنی یک نزول بیشتر ما داشته باشیم که این کار درست هست و نیاز داره که شما بیشتر خودتون تمرین کنید در گذشته چارت. یک مثال هم اینجا داریم. ببینید فیبوناچی رو رسم میکنیم، این کندل مخالف رو محدودش رو پیدا میکنیم. اینجا هم پوشانی فیبوناچی با کندل مخالف رو داریم، پس این محدوده خیلی خوبی است برای معامله سل. استاپ لاس پشت کندل مخالف و تیپی هم کف قبلی میتونست باشه اینجا که ببینید با یک فاصله خیلی کم به این معامله ما نرسیده و ریزش خودش رو داشته تا دقیقاً تارگتی که ما براش مشخص کرده بودیم. با یک فاصله نزدیک به 20 پیپ نرسیده به این معامله و این معامله ما رو فعال نکرده. خب دوستان عزیز، این هم از جلسه سوم. چند تا نکته پایانی بخوام بهتون بگم، این که من داخل این دوره و داخل آموزش هایی که بهتون دادم واقعا دستم بسته بود برای آموزش بیشتر نکات، چون که شما استراتژی های دیگر رو بلد نیستید و اکثر دوستانی که این دوره رو دارن میبینن استراتژی های دیگر رو بلد نیستن و علمشون کامل نیست و به همین خاطر من نمیتونستم نکات و قلق های بیشتری رو بهتون بگم و از این بابت دست من بسته بود و من بارها تاکید داشتم تا زمانی که علمتون کامل نشده وارد بازار نشید
و علم کامل منظورم اینه که یادگیری تمام استراتژی ها، منظور ما از علم کامله و تا زمانی که همه استراتژی رو یاد نگرفتید به هیچ عنوان من توصیه نمی کنم که وارد بازار بشید. دلیلش هم اینه که اگر یک جایی استاپ بخورید، مثلا طبق این استراتژی وارد بشید و استاپ لاستون خورده بشه، وقتی که بقیه استراتژی ها رو بلد نیستید نمیدونید باید ادامه چارت رو چی کار کنید و به همین دلیله که من میگم تا زمانی که تمام استراتژی ها رو یاد نگرفتید بهتره که وارد بازار نشید. و دلیل بعدی هم اینه که ممکنه که با یادگیری یک استراتژی و با کار کردن با یک استراتژی موقعیت های کمی رو روی چارت ببینید، اما اگه همه استراتژی رو یاد بگیرید اون وقتی که هر لحظه حرکت مارکت برای شما یک موقعیت هست و تمام این ریز موجات رو میتونید بگیرید اگر همه استراتژی ها رو بلد باشید. و دوستان عزیز، اگر با این استراتژی کار کردید داخل بازار و سودی گرفتید، حتما عکس سوداتون رو داخل پیوی برای من بفرستید تا یک دلگرمی باشه برای من و یک انگیزه باشه و انرژی بگیرم و بتونم استراتژی های بیشتری رو بهتون یاد بدم. من تمام قلق‌ها و تمام فتوفن‌های این استراتژی رو بهتون یاد دادم، جوری که بتونید ازش استفاده کنید و بتونید داخل بازار ازش درآمد کسب کنید و بتونید سود بگیرید. خب اینم پایان دوره استراتژی گام و پول بک. موفق باشید. دوستدار شما، سینا.